اگه پشت کوه مردشتم باشی ضبط کن. خب من الان پس بدنم باید چیکار کنم؟ خب اگه بخوای در مورد بدنت بیشتر بدونی یا کاری انجام بدی میتونم راهنمایی های کلی یا ما نه گوش گوله زگو من دا کسا دا پشتی کویم دا پشتی کو باید کدام طرف برم الان؟ آها متوجه شدم. خب اگه پشت کوه هستی و نیاز به راهنمایی داری میتونم بهت کمک کنم که جهت درست رو پیدا کنی. فقط کافیه کمی اطلاعات بیشتری بدی تا دقیق تر راهنماییت کنم. چی رقم اطلاعات مثلا؟ خب بستگی داره که دقیقاً کجا هستی و هدف چی هست. اگر اطلاعات بیشتری در مورد موقعیتت بدی میتونم راهنمایی در کوی هندوکوش دا هندوکوش دا کوی نمیدانم کدوم طرف برم. بله سنگم. حالا که میدونیم در کوههای هندوکش هستی میتونم بهتر راهنمایی کنم. هر زمان که نیاز داشتی جهت یا اطلاعات خاصی رو بخوای در خدمتم. خب من الان باید کدام طرف برم؟ برای اینکه دقیق تر راهنماییت کنم لازمه بدونم کدوم سمت رو در نظر داری یا هدفت چیه. اگر یک نقطه مشخص رو میشناسی میتونم با اطلاعاتی که دارم کمکت کنم که جهت درست رو پیدا کنی. من سمت چپ مد نظر دارم دیگه نظر خود چیه؟ خب اگر از نظر خودم بخوام بگم معمولا توی کوههای هندوکش جهت‌های اصلی رو میشه از طریق خورشید یا نقاط مشخص جغرافیایی تشخیص داد. اگر هدفت اینه که به یک جای خاص بره